تومار محکومیت طرح ترامپ برای پاکسازی قومی در غزه را 350 خاخام یهودی آمریکایی از جمله 10 شخصیت یهودی شناخته شده در این کشور امضا کردند. ترامپ خواستار خروج همه فلسطینی‌ها از غزه شده است. یهودیان به پاکسازی قومی نه میگویند. شماری از خاخام‌های آمریکایی امضا کننده این تومار در تظاهرات ضد صهیونیستی نیویورک هم حضور یافتند. این را به رئیس جمهور جدید امریکا میگویم که شما اگر به بزرگترین تجمع‌های یهودیان مذهبی در بروکلین بیایید میبینید که آنجا حتی یک پرچم اسرائیل هم وجود ندارد. دلیل آن این است که تشکیل اسرائیل بر ضد تعالیم دینی یهود است و ما بر اساس دستورهای دینیمان با 76 سال جنایت و اشغال در سرزمین‌های فلسطینیان مخالف هستیم. آقای ترامپ، این حرف ما را بشنو و با این دستور الهی ما مخالفت نکن. در مقابل خدا نایست و جلوی جنایت‌های صهیونیست‌ها را بگیر. در این تظاهرات مردم نیویورک توقف اشغالگری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را خواستار شدند و بر ضد طرح پاکسازی قومی در غزه شعار دادند. وقتی ما به درخواست ترامپ اشاره و اون رو محکوم میکنیم به این خاطر نیست که اون و طرح‌هاش با بایدن تفاوتی داره. نه، فرق این دو در اینه که ترامپ اهداف و انگیزه‌های پدید پشت پرده صهیونیسم رو به وضوح به همه نشون میده. در 3 هفته گذشته ترامپ در حمایت علنی از جنایات صهیونیست‌ها چیزی را به ما نشان داد که ما همیشه می‌دانستیم و آن را به نفرت انگیزترین و ناپسندترین شکل ممکن، یعنی طرح پاکسازی قومی در غزه نشان داد. ما نمی‌توانیم برای آزادی فلسطین به هیچ یک از احزاب سیاسی حاکم بر کشورمان تکیه کنیم. ما باید سازمان‌های خود را بسازیم، یک جنبش قوی ایجاد کنیم و به بسیج نیروهایمان ادامه دهیم. فوق‌العاده ناامید کننده است این نگاهی که ترامپ به غزه داره. البته من که به ترامپ رأی ندادم، اما به عنوان یک امریکایی به خاطر این طرح احساس شرمندگی می‌کنم. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.